من همین رئیس حیران میشم. و من ندیده بودم که همین دوما وقتی کندنده با دست بکنند جوش تیار کنند و با کرم میکنند یا تکنیکا میارن یا جوش حوار میکنند با دوما میخیزونند. چند اتاجه که مخلوط با مستحکم کشید با دوما میخیزونی. این خیلی کارت هم نو دیدستم بو. بچه و تو عندی چخرگی اهنه میروی 2 سال شد که همین کاتلمان کندسی. اوی رای جان خدم توخه همین قد کار میکنم زور ما میخوام میرسه. ها بچه ما 2 سال باید دومو بار داریم. ما وعده دادیم که سرو که ما 2 سال تو همین کنده برو وعده بود نکنی تو. وعده دادی رئیس شما که من آدم میارم کاریتون کار میکنه. کدام بود رئیس جان؟ به عقل ایجوری ابک بیسور بدن آدم نمیرسه. برای همو هر یه ابک ده یا آدمی موندم. گوش که تو خوب طورش بره همون قطعی هم پاریز ابکتی بولوگی ده فتات ده تقطی هم یوردم که فهمو رئیس. من شما را فهمیدم. من پیش او بچه برم. فساد زیسته. من خیلی یارا نمیبرم اگه فساد کی باشه اونجا میرم میوردم. پس که یکی باید دومو مسپریم ها. بله. توی کاتلان دیمون تو میشه کی کیرپیچو میپوسم. میره خوب طورش دیگه ابک بردن نکن. رولی ما برم هم بچه رو گاوزرم تیز بیام بگیرم ببرن کی. توی دوم تیار میشه کی در موی سری ما یگان موی سریسیونو میمونه. خاک امور خیلی کاری نمور کنده نمور سوسر بکنه. السلام علیکم. رئیس چخه؟ زحمت شما نزدیک کینجه. شگر. همین یک هفته جت اومده رفتید که شما رو نمیومد تو. کینجه خام مبلغ گرفتین دیگه خونه نگفتین 2 سال بود بشه 2 سال اومد نشسته تایو چیکار کنیم؟ خونه شما چند متر بود حسین جان؟ آخه رئیس جان خونه ما 6 متر بود. 6 متر؟ بله خونه ما کجا شده که؟ خونه شما یگان جانشی ده. خونه شما همیجه ده. با فکرم حسین جان الان 6 مترش الان میشه. تیار شما. این همین پنایزی که خدا خواد پادوشکش میرزیم بیتوش میرزیم سر میکنیم. همین پدوال سر میکنیم ایشون در بود میشن. زیان نشه حسین جان. خودت نداری که ما 20 ابک دارم 20 ابک هر روز هر یاتی بره. رئیس جان پرویز غلطید ای بولو. ای اوزام اتاش غلطید پرویزو. او چخیلی غلطید آخه؟ این همین بنده در پشت بس گفت که کشول میکنم خما فساد میزنم. ای همونجا غلطید این بند درازی بعد بدای. رفت در تا با بند اینم قدر دیگه زیوتی کرد. اینم خیلی چی دیگه گاب نمیزنم با فکرم که تمام. با چخیلی چی؟ انا بابا چو واردس یان شوخی واردس یان واردس بوشانش چی؟ گوش کنید همه کسی میرین زنش میفهمونید که هم خیلی واقعا روی داد همین کار شید. رئیس جان ما بردن نمیتونیم را که التماس این گپا ما گفتن نمیتونم رئیس جان که شما با رئیس با بالای ما کلانین همین گپا نمیشه رئیس جان شما ختم برین گپ زنین که خشی بچه‌ها رو بگو همه کسی میرین. خب رفتیم یانگا السلام علیکم. السلام علیکم. ناز رئیس جان شما چخه ناساز بشنه رئیس. نمیریم رحمت. شوهرتون خونه ده؟ نه رئیس جان همی سر کار برو اومده بود ناومده تو ازیره. فهمو. تینجه رئیس؟ تینجه گفتم که همین مبلغی که گفتم که همین هر ماه که من اولیکش میدادم 10,000 سومونی خونه میومد. چند هزار؟ 10,000؟ 10,000 سومونی هر ماه میدادم شو میگم که خونه میومد. نه خونه درووردگی نیسته هر ماه 500 سومونی میدروورد خونه. دیدی رئیس میگم که یکم راهی بد رفته همین. روز یکم راهی بد رفته که یا کی دختر بازی میکرده میگشته. رئیس جان با فکرم شما رو هم راست میگین 10,000 که شما او را بتین 500 خونه بدروره گپی شما رو هم راست رئیس. ولی ما او را مردش خونه میدرورم. چی؟ مردش خونه میدرورم ولی او را مردش؟ ها گوش کجورا؟ برای بچه ها رو بگو مردشو بدرورم. سازی اکا چه؟ نازی اکا چی ناستشا؟ همسای مایه بچه زورایی اوی بیزنسمن های سازی اکا ماله روی صفحه براری کن مالا ای کی بودی میوه فروش؟ اوی همسای مانای های میوه فروش سلام علیکم چه حسن جان نازید دیجی سلام کن اکی حسن ای
میشن سوزی ماشین شدی لیک سوزه 3450 3450 یک خدا دولت از برای کار اکرم رفتیم کامل جون این لیکس دو خشتون با اوی تلش السلام علیکم چخنان سلام کامل جون این همسایه بچه خالی من این همون دانشگاه دو میخونه سیم کور این با ایوار زور بشه دام کرم سلام علیکم دیدی ها ما یکا جان برای کاش مادا دیدی ها کامل قایل شدی دان برش کنازی السلام علیکم چرا کنازی کنازی بیا سلام کن بچه رئیسه سوزی اکا تیجی سلامتی خوبه بچه رئیسی معلا بخشی سوزی اکا سلامتی خوبه برای کن چه رئیس با؟ او رئیسی معلا کو همای سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام کن سلام علیکم سلام علیکم مادی دیدی ها مالا شناخته نه؟ با چی نام دارو؟ مالدست مالدست دیدی ها؟ رفته مکان تونو بزنیم السلام علیکم و علیکم سازه السلام خوبه نکه جان رحمت رحمت میگم اکا کدام طرف هایتا ایران اومده ای طرف رایون و شما ایران 5 کیلومتر پیاده به همجا اومده او انمی 5 کیلومتر اما پیاده اومده این کارا شما پیاده اومده بعد بفره نشیده نه من پیاده گردی بفره نشیدم من انمی سلام کنی انمی شوری که بفره شیدم سازه کنازی کن ای من سرما گوجه کید من سرما گوجه کید که من انمی همه رنگ خدم پیول میکنم اینا این پلا گرفتم اینا قرض دادیم اینا که نگاه دادیم اینا میگم با دست دادی با پا میدوی همین گام راست بودای اینا زمستان اومده کمر گرفتن در کار پلا دکتر در کار گرفتن در کار من حیران میشم من چی کنم من نمیدونم اینا آدم رو من چی کنم اینا می سعدی اینا که قرض دادیم تلفنش نمیبرد خط تلفن تا وقت دار بگو که خیلی پرابلم دارم یه روز دیگه وعده که من باور میکنم تلفن چی دارم میبرد یا های نیست اینا برای همین قپل نک ما بخیرم هر روز داری خونه تو بیام با چی میگن همین همسایه تو خی سعدی سعدی من میدونم اینا می خونه ده نه که تلفنش نمیبردونه با اینا فایرات کسی بیرون میبره همین کلای من گوجه کردم من چخل همین بچه را چخل من تو داد من همین بچه را پول قرض دادم من حیران میشم سعدی اینا خونهش نمیبره سعدی نازنی هنگا سوزه سلامتی خوبه هنگا تیجی سعدی رای با فایرات کنی هنگا نیسته سعدی خونه دا نیسته سعدی نه سعدی نیست توبه کردم اوخی زنگش میزنن نمیبرداره هنگا جون اوخی همین پل گفته بود اینا 4 ماه پیش یادم پلش داده بودم نخود تلفنش نمیبرداره اوخی اینا کلوچاش همین جدای هنگا او بگیش بیره برویا این پس پیش یک کلوچ داره همین خونه دا با فکرم بگیش بروی اوخی او توبه کردم خدا جان نیسته گفتم چی باش ما را باور نمیکنه همین جدای هنگا باور که همین شب روز قدیما میگشت در همین پشت یک کلوچ میگشت اینا کلوچاش همین جدای کو همین یک کلوچ داره اوخی فایراتش کنیم برویا میگم با اوخی اکا چو دروغ مگی این ما باید کلوچ دیگه هم دارو